السلام علیکم حاجی محترم، داملای محبوب دلها حاجی میرزا. سلام. سوال دارم. یکم، پول را در کجا ماندم یادم نیست، چی باید کرد؟ یعنی این برادر عزیزی ما مقصد شاید مبلغی داشته است، در کجا ماندم یادم نیست، چیکار کنم که یادم بیاید؟ اصلا برادرای عزیز و گرامی، در حدیث های پیامبر من در باب فضیلت مسجد اگر یادتان باشد گفته بودم که چیزی گم شده را در مسجد اعلانش جایز نیست. من اینجا گویم که گاوی فلانی گم شده است، گوساله فلانی گم شده است، مبلغ فلانی گم شده است، حدیث پیامبر است که مسجد برای این نیست. میگوید وقتی که اگر ما چیزی گم شده را در مسجد اعلان کنیم، ملائکه های بوده است که در برابر اعلان ما میگفتند خدایا اصلا نیابد، خدایا اصلا نیابد، به خاطر که مسجد جای ذکر است، مسجد جای عبادت است، مسجد جای گاو و مال نیست. برادر عزیز، همیشه ما کوشش کنیم که هر چیزی که از دنیایی داریم خارج مسجد اینها را انجام دهیم. در داخل مسجد ما حق گپی بیهوده و سخنی که برای نفع جان ما و شما نیست ما از این خودداری کنیم. چیزی که به حدیث مقابل است ما حق او را بیان کردن نداریم. ولی در چیزی گم شده راش همین است که شما دادرای عزیز فقط دعا کنید، کرخط نکنید. پیش هر کس رفته کرخط خودش دروغه. پولاتون ضایع نکنین. شما فقط رو به سوی خدا بیارین، زاره کنین، تولا کنین. پروردگارا همون مالی که از من بود، همون مال تو برای من دادی، عطا کننده همون مال خودت هستی. پروردگارا الحال که وی غایب شده است پیدا کنندش هم تویی. خدایا همون مال مرا پیدا کن. دعا کن، خداوند به سبب دعا مال تو را نصیب میکند. اگر ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، اگر شما از صدق دعا کنید خداوند دعای شما را قبول میکند، فقط صدقم باشد. این حالت هم برادرای عزیز در دوره حضرت امام ابو حنیفه هم رخ داده بود. بار میگه شخصی نزد حضرت ابو حنیفه آمدن و گفتن، حضرت امام گفتن پولم را گم کردم، از یادم رفت است، نمیدانم در کجا و من گذاشتم، چیکار کنم؟ حضرت امام ابو حنیفه میگه در جواب گفتن آخر این مسئله فقهی نیست که من برای تو جواب گویم. این مسئله تو در یگان کتاب وجود ندارد. بعدن حضرت گفتن من از تو بسیار خواهش میکنم یگان راهی برای من نشان ده. میگه حضرت امام ابو حنیفه که خداوند رحمت و مغفرت کند ایشان را، که بنده خوب خدا بودن، هم عصر پیامبر بودن، که پیامبر گرامی گفتن خیر القرون قرنی، بهترین انسان‌های بودن که در عصر من زندگی کردن، هم عصر من بودن. حضرت امام ابو حنیفه هم عصر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بودن که در خیر القرونی سخن پیامبر داخل است. بعداً گفتن که برای یافتنش گفتن من یک راه به تو نشان میدم، امشب میخیزی از بعد نماز خفتن تا نماز بامداد نماز تهجد میخوانی، خدا خواهد گفت مالت میابی. این مرد شب رفت نماز خفتن خواند و میگه جای نماز پرتافت و به نماز تهجد میگه شروع کرد. همین 2 رکعت نماز تهجد خوانده بود که به یادش آمد درو 2 رکعت نماز تمام کرد و از پای مال شد، مال یافت، خرسندی کرد، خواب کرد. سحر حضرت میگه آمد پیش حضرت امام ابو حنیفه گفت، حضرت گفت خدا پدر و مادر تا رحمت کند، مال ما یافتم، همین 2 رکعت نماز خوانده بودم که مال یافت شد.
ابو حنیفه گفت، مرد گفت خوب میشد که بعد مال تا یافتن خواب نمی کردی، بلکه تا بروز تو نماز تهجد می خواندی. و سبب یافتن مال تو هم گفت این شد که شیطان از این اراده تو که تا روز نماز میخوانی خیلی بی طاقت شد و 2 رکعت نمازت را به یادت آورد که رو مال تا بگیر خواب کن. ببینید، رو گو مال تا بگیر خواب کن، گفت تا روز عبادت نکن. یعنی این شیطان بود که تو را وسواس کرد و تو رفتی در جای خوابت در آمدی. اگر تو ای بنده خدا تا به روز عبادت میکردی، شیطان بسیار ذلیل و خار میشد، لیکن گفت این کار دوام نداد. برای دادر عزیز، همین توصیه امام ابو حنیفه هم شد، توصیه خوب است. رو نماز تهجد آغاز کن، ولی مثل او برادر نکن. تا به روز اگر خداوند در ذهنت آورد، خوب عبادت تا دوام ده، و اگر نیاوردم ضرر نمیکنی. شب زنده‌داری این کار پیامبرها بود، شب زنده‌داری این کار اولیاء الله ها هست، شب زنده‌داری این کار بنده های خوب خدا است. برای این یگان ضرر و زیان در شما پیدا نمی شود.